سلام، به کلینیک آریل خوش اومدید. اینجا بخش پذیرشه. بعد از نوبت دهی شما اینجا منتظر میمونید تا زمان مقرر برسه. بعد از اینکه دکتر شما رو معاینه کرد، برای ارائه طرح درمان به عکس از دندون هاتون احتیاجه. اما لازم نیست از کلینیک خارج بشید. از ترافیک و صرف زمان اضافه هم خبری نیست. چرا؟ چون این کلینیک یعنی کلینیک آریل اتاق رادیولوژی هم داره. این کلینیک دیجیتال مجهز به 5 تا یونیته: یونیت اطفال، یونیت اسکنر، یونیت جرمگیری، یونیت VIP و یونیت معمولی. بریم با هم یه نگاهی به بخش درمان بندازیم. بفرمایید. این یونیت مخصوص جرمگیریه و یونیتی که اون قسمت قرار داره یونیت اسکن سه‌بعدیه. روی این یونیت از دهان دندان شما با حضور پزشک متخصص اسکن سه‌بعدی تهیه میشه. این اسکن دقت و کیفیت کار رو بالا میبره. اما بخشای دیگه کلینیک، اتاق و یونیت VIP، اگر طرح درمانتون سنگین باشه، یعنی تعداد بالای ایمپلنت داشته باشید، یا اگر خدای نکرده به بیماری‌های خاص مبتلا باشید، به این بخش هدایت میشید. این بخش کارها و درمان‌های حساس انجام میشه. میرسیم به یونیت شماره 1، یونیت مخصوص اطفال. درمان بچه‌ها روی این یونیت انجام میشه. و یونیت شماره 2، یونیت مخصوص درمان‌های عمومی مثل پر کردن و عصب کشی دندان‌ها. برای دیدن بخش‌های دیگه کلینیک دیجیتالی آریل و همچنین اطلاع از چگونگی دریافت نوبت، صفحمون رو دنبال کنید. لبخندتون زیبا.